اینجا اتفاقای زیادی میفته، تلخ، شیرین، دوست داشتنی. بعضیاشو دوست نداری اصلا یادت بیاد، ولی بعضیاش اصلا واقعا دلنشینه، دوست داشتنه. یه موقع می‌بینی اینجا اتفاق میفته میتونی جون یه آدم رو نجات بدی، باعث زندگی دوبارهش میشی. اوایل 2 بار 3 بار پیشنهاد شد که بیام اینجا، نشد، یعنی قبول نکردم، چون یه شغل پرمسئولیت، پرخطر، پرحادثه، کسایی هم که به زور آوردنم اینجا. ولی خب تنهاییش دلنشینه، به آدم یه حس خیلی خوبی میده، خیلی خوب. کم کم تصمیم گرفتم این اتفاقایی که اینجا میفته برای خودم بنویسم. این آقا خیلی میمد اینجا ضایعات جمع میکرد تو خودش، تو لگ، ساکت. میدم یه حس غریبی داره. حسن خوبی؟ خیلی دوست داشتم باش نزدیک شم، باش صحبت کنم، ولی موقعیتش پیش نمیومد. یه روز اومد، خواستم برم صحبت کنم، دور شد. رفت چند متر اون ورتر، طولوش 100 متر از من دور شد. دیدم رفت روی خط. نشست و شروع کرد، نمیدونم تا تناب و اینا در آورد، دست پاشو میبست. دیدم اتفاق اصلا یه جورایی بودار میشه. و اومدم برم سراغش که دیدم قطار داره میاد و با بیسیم اطلاع دادم به پانل، به راننده، که خدا را شکر موفق شدیم قطار رو متوقف کنیم. سی و 33 سال سن دارم. تو این 33 سال سن نتونستم هیچ موقعیتی واسه زندگی خودم حتی یا واسه برادرم جور کنم، زندگیش مثلا بتونه رو روال باشه. اون روزی که من خودکشی کردم خودم رو بسته بودم به ریل قطار، بعد اون سوزنبانه فهمید قطار رو نگه داشت.
بعضی وقتا فکر میکنم میبینم زندگی هیچ فایده ای نداره، هیچ معنی نداره واسم. چرا خودکشی نکنم؟ چرا زندگی کنم؟ به چه امید آدم میتونه زندگی کنم وقتی هیچ امیدی نداشته باشی، هیچ آینده‌ای نداشته باشی؟ امیدی به آینده نداشته باشی برای چی باید زندگی کنی؟ الانم که اینجام ذهنم این مشغول اینه که دوباره مثلا تو فکر خودکشی همه میخوام خودکشی کنم. از هیچی شانس نیاوردم. من بهترین فوتبالیست بودم. از تهران یه مربی اومد انتخاب کرد ما رو، ولی خب به خاطر وضعیت مالی و شرایط زندگیم پدرم نذاشت برم، وگرنه خب شاید من الان یه جای بهتری بودم. تو همین شریفیه که الان من دارم زندگی میکنم به آهنم نزدیک ماست. خیلی خودکشی کردن، خیلی هم مثل من نتونستن، نافرزان بوده خودکشیشون. یکی اومده بالاخره نذاشته. هر قطاری که رد میشه من به این فکر میکنم که یه بار دیگه برم و خودم رو بندازم زیر قطار، تموم شه، همه چی تموم شه. من خیلی به مادرم وابسته بودم، چون پسر آخر خانواده‌ام بودم. بعد از اینکه مادرمون رو از دست دادیم، یه خانواده 10-12 نفره تبدیل شد به 2-4 نفر، همش تو خونه بودیم. خیلی تاثیر گذاشت روم، همش توی خودم بودم. به شدت افسرده شدم تا جایی که متاسفانه دست به خودکشی بزنم. همونطوری که دیدین راه آهنم اینجا خیلی نزدیکه به شهر. رفتم رو ریل وایستادم، قطار داشت میومد. داشتم با خودم می جنگیدم که فرار کنم
یا بمونم و تمام کنم. یه لحظه چشامو بستم، دیگه هیچ صدایی رو نمیشنیدم. تو اون حال احساس کردم مادرم میگه مشتبه برو. اومدم عقب، قطار رد شد. دیوونه شده بودم، نمیدونستم باید چیکار میکنم. واقعا دیوونه شده بودم. تنهاتر شدم. در دیگه تشنج کردم. زیر خط آهن یه پلی هست، اونجا میرفتم واسه خودم میشستم، میرفتم تو فکر، با هیچ کی حرف نمیزدم. کنار اون پله یه پیستی هم هست. قبل این اتفاقا خب من خودم مسابقه موتور سواری میرفتم، کورس میذاشتیم، یه دوستی هم داشتیم با اون دوستم، ولی متاسفانه از کوه پرت شد و جونش رو از دست داد. خاطر همین دیگه چون کسی رسیدگی نمیکنه اون پیست به این روز در اومده. ولی هستن هنوز بچه‌ها و جوانایی که تو همین حالت هم میرن استفاده میکنن، تو اون خاکی میپرن، بازی میکنن، مسابقه میدن، با هم تخلیه میکنن یه جوری انرژیشونو. تو همین حالات بودم، افسرده و غمگین، که با دوستی آشنا شدم. خیلی کمکم کرد، آورد منو توی شعر و ادبیات و یکم خب با احساساتم میخوند که آروم باشم. مورخ خیلی بیشتر بهم کمک کرد، چون باید وایسی سرپا، عرق بریزی براش، باید زحمت بکشی. این شد که تحرکم بیشتر شد. دوباره یواش برگشتم، بهتر و بهتر شدم، تا اینکه دوباره به واسطه همون دوستمون که تو انجمن ادبیات بود ما رو برد سمت تئاتر. امیدوارم که دیگه این اتفاق واسه کسی نیفته، چون خیلی وقتا میرم اونجا بعد از اینکه حالم بهتر شده، میبینم جوانایی که تو این فکر حالو و این افکار هستن، باشون میشینم صحبت میکنم، بهشون روحیه میدم و بهشون میگم که اگه این اتفاق بیفته برای خانواده بد میشه، برای حالا شاید اون اتفاق بیفته خودشون فکر کنن که تمام میشه، ولی باید بعضی وقتا خود آدم به خانواده‌ش هم نگاه کنه. و من میگم اصطلاحاً نباید انقدر بی‌انصاف باشی. متاسفانه توی این شهر کوچیک کار که خیلی کمه، اکثر جوونا بیکارن، تفریح هم ندارن، نه پارک درست حسابی، نه ورزشگاه درست حسابی، نه حتی یه کتابخونه درست حسابی هم اینجا نیستش. قطارم که مدام از اینجا رد میشه و همه رو آسیب کرده و اذیت داره. مخصوصا خونه‌هایی که نزدیک ریل آهنن واقعا مدام مینالن از این صدای قطار و صدای سوتش و خب طبیعتا هر سال چند نفر اینجا کشته داره. پریشان روی و خندان لب و مست، پیرهنش چاک و غزلخوان و صراحی در دست. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد و بنشست. سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود
گر نشود باده پرست. یا آقا مهدی ما متولد 1370 اسفند 71 خیلی از بچگی خیلی کودک ساکت خیلی ساکتی بود. متاسفانه این اسفند 13 اسفند 93 این اتفاق برای ما افتاد که خیلی غم انگیز بود. حالا به خاطر این من گهگاهی میام اینجا چون ایشون طبیعت رو دوست داشت و هر کجا گلی گلدانی درختی گیاهی میدید آب میداد و دوست داشت همیشه با طبیعت باشه، به درختای اینا آب میداد. منم گهگاهی میام اینجاها هم اوقات بیکاریمو برطرف کنم و میام اینجاها آبی چیزی حالا دستمون باشه یک کل من یه چیزی آب میارم آب ماب میدم این درختا رو. به قول یه شاهدی هم من اونجا گفتن ایشون دیده بود رو ریل بوده. من رفتم اونو پیدا کردم گفتم شما چطور دیدیم؟ اون خانم با دخترش اون مسیر رو می آمدن از پیاده روی میگفت من یه جوانی رو دیدم اینجا میرفت یه کتابی هم دستش بود، حالا کتاب بود دفتر بود دستش بود، حالا نمیدونم چیزی میخوند اینا، بعد هنسفری هم گذاشته بوده تو گوشش، اینا اونطوری میگن. بعد دوباره ما پیگیر شدیم دیدیم آره این حالا یه دفتری چیزی بوده. بعد این دوستش آقا محمود میگه که من وقتی این اتفاق افتاده میگفتن مهدی اومده اینجا جلوی نمایشگاه تصادف کرده. من فکر کردم حالا ماشین زده، گفتم خب برید جلو بردارید بیارید مثلا تو نمایشگاه بذارید اینجا. بعد گفتن نه نمایشگاه نیست، تو مسیر ریل راه آهنه. اینطوری به ما بعدا مردم اومده بودن جمع شده بودن تجمع داشته اینا خبر میدن که ما هم رفتیم دیدیم آره این اونی که نبایستی ببینیم دیدیم دیگه. من میرم خونه، خانمم خونه باشه، مادر آقا مهدی یه وقت کلیدی میندازم باور کن مادرش میگه پسرمون اومد، چون اون نحوه کلید انداختن به دم در ورودی حیاط خونه طوری مینداخت این مادر همیشه میگفت مهدی داره میاد. سلام.
مهدی جان خوبی؟ چرا ما رو تنها گذاشتی پسر عزیزم؟ تو چی بابایی بودی؟ میدونی مامانت چقدر دلتنگی تو رو میکنه؟ از اون وقت رفتی این در به روی ما هم بسته شده. بیا اگه راه هست بیا.